салом алайкум дӯстони азиз. Хуб, хеле шид мо дар сайт дар ютуб надар омадем. Ин дарси 8-ми курси CSS моҳай барои навомӯзон. Ин дарс мо мегзарем соя дар матн, яъне ки дар калима. хуб, ман дар Visual Studio кор кардастам ва якчанд намуди сояҳо ҳастанд ки ман ҳозир нишон метавонам. من در سایت خودم اینا را علاقه داخل کردم. خب سایه من اینجا میایم. کجاست؟ من تنی تکست. خب اینجا یک چند نمودش گفتگی و یک چند نمودش کدگی. من این خیلی که میبینیم اینجا کدش موندگی. شما پروستو میگیرین کدش رو استفاده میکنین و همین خیلی تکست رو میتونین که تیار کنین. خب مایلش و میتونین یکم سایت دیگر هم گیرین. ما حاضر یک سه نمودش نشان میتیم. نپریمیر میسازیم یک پی و در داخلش میسازیم تکست با مقصد تکست یک دو سه بگیرد دلار میمونیم برای. خب بعدا در داخلش ما می نویسیم این تکست نپریمیر اما من نام سایت می نویسم. نپریمیر داخلش در اما تیجی نویسندیم و میگیم این یک دو سه گیرم، یعنی پس دلار میمونیم و یعنی اینا با کرات سه میگیریم، یعنی سه بار همینستک روشیم. من وقتی این ترم برشقیم این خیلی و این در سبلاین، این در Visual Studio در سبلاین هم هست. نه در سبلاین کمتر نیتو کار میکنه، همه فونکسیوش نیست. خب ما چه خیلی دیدین متن ساختیم، یعنی که دلاری ما یک دسته خودش اتوماتیک ما و اینجا تکست. اینا یه بار مشق کنیم با این سی خوبه که میتونیم این هم یاد بگیریم. خب ما یکم ما کلاسی تکستی یعنی یک مونه میگیریم یکم استیلش میتیم و نپریمیر کلورش میتیم یکم کلور نپریمیر سیاش میتیم. بعدا فونتش میتیم، فونت سایز یعنی هم پروستو میمونیم 50 پیکسل یعنی کلونی تکستی ما. خب بعدا ما تکست الیجن یعنی سنتر تکست هم میونه میاریم و فونت ولیون میتونیم یعنی غوص میکنیم حرفمونو. پس در براوزر یک بار میبینیم من این خیلی تکست اومد، تکستی ابیچنی و ما برای تین دادن یعنی سویا دادن مخصوص فونکسیایی است که تکست یعنی شادو داره. این تکست شادو یعنی چند نمود پارامتر داره. ما برای همین حاضر ما پروستو میتونیم که بگیم یک پیکسل سینی پایان بخواه و یک پیکسل سینی طرف دو پیکسل سینی طرف چپ بره و تین یعنی تیت شوه یعنی پهن شوه با 5 پیکسل. من از خیلی که میتونیم اینجا برامد و باز یک فونکسی دیگه داره که این رنگ. نپریمیر یکم رنگ، نپریمیر یکم رنگ میتونیم یکی از اینجا میگیریمش که ویدنتر شوه. من از خیلی که میبینیم رنگی پشتی ما یعنی سرخی خیلی خیره و ما میتونیم مثال یکش کنیم و نبینیم که سرخی یعنی کم ترک میشه در خیرگیش، یعنی این قطعش ما بازی کردن گیریم. و این نمود کنتیه یعنی دیگه نمودش وجود نداره، فقط همین نمود شد و ما یک چند نمود دیزاین میتیم. خیلی که میبینیم در اینجا یک چند نمود این فقط با یک تین قطعی دادگیه، برای همین اینش من نشان میتم. پروستو تکست شادو ما میگذاریم. بعدا ما فونکسیاش هم میتیم، یعنی خیلی که فونکسی حوزی ما دادیم من این از پشتش سیاه گرفت، یعنی دو پیکسلی یک فونکسی دیگرش ندادیم، یعنی که ما
باز این خیلی یک فونکسیون دیگر میدادیم اینشان ندادیم به این. یعنی که ما سینی طرف چپ و سینی طرف پایان پیکسلی دادیم و باز ورگل میمانیم و با دیگر فونکسیون یعنی که با 4 پیکسلی دیگر باز 4 پیکسل دیگر سینی پایان کنیم. وقتی ما محکمش میکنیم اینا میگیریم میبینیم که این خیلی یعنی رسم خیلی پیدا شد. همین نمود من پروسو کپی رواد میکنم یعنی دتا سینی پایان فرمتیم. من این خیلی هر یک تاش دتا سینی پایان فرمتیم و چرز ورگل و آخرش تا باید عوضتینی محکم کردگی باشه. چخیلی که میبینید من این خیلی تکستی نپریمیر خیلی فاسون بگیم پیدا شد. خب اینا پروسو کپی رواد میکنیم سپلاین تمامونیم. بعدا باز این رنگوشش میتونم من فقط سرخ صفحه گرفتم یعنی که من هم دیزاین دادم. بعدا باز میگیریم دیمشا تکست یعنی ما تکستی داریم با کلاس خطی و اینش هم همین خیل من پروسو کپی رواد میمونم. من یعنی ما فونت 50 پیکسل کلان کردیم و تکست جمعیونه داوردیم و غوصش کردیم زیرش کردیم و این خیلی رنگ شدیم و اینش از بین یک دیگریشون یعنی 2 پیکسلی جداش کردیم که زمانشون میتونم. من اما یعنی این دقتی میتونه که بیس کنیم من بودن که تکست های ما حرفای ما چه خیلی جدا با فکرم که دیگه اینا فهمیدیم چی پیگه. خب باز با همین خیلی شادو دادیم یعنی ما در اینجا نه قدر فونکسیون زیاد دادیم. یعنی اینجا اهمیت این که ما مینوس کردیم این معنای مینوسیه که یعنی ما همینن عبارت میگردوندیم. اینا پروسو شما کردن گیرین و مینوس کنین و پلوس کنه داره فقط مینوس داره. من مینوسش میگیرم این با این طرف برنگل برای من مینوسش میگیرم که از این طرف بیاد. یعنی ما چیز عبارت نمیگردونیم برای عبارت نگردوندن در CSS باید مینوس باشه. خب دیم نمودش نمودش ما باز سیمش میگیریم یعنی کلاسی تکستی کلاسی سیمونه و اینش هم پروسو کپی رواد میکنیم. من این نمودش باز یک نمود دیگرش که اینجا فقط رزمر و تکست از سنتر وردگیه یعنی یک بار بینید برای وزیون های تو من بینید چخیلش یعنی تکست ما این طرف را وقتی ما تکست را گذاشتیم درست تکست و فکرم که کسایی که گذاشتن میدونن وقت ما همه فونکسیون تکست را فهموندیم. خب بعدا غوصش کردیم زیرش کردیم یعنی ما این اگر پروسو بگیریم نوش کنیم تکستی ما زیرنگیش کن میشه. من وقتی نمونیمش زیر نمیشه. خب کلرش دادیم یعنی رنگ میتونیم با دیگر رنگش بدیم من این خیل و این خیل یعنی با یعنی تکست شادو قطعی بازی کردیم من هر خیل رنگش میتونیم که شما دادن گیریم. من هم پروسو رنگش ارگونه علیش میکنم نپریمیر هوایی ده وقتی من هوایی علیش میکنم بینیم که تکست ما چه خیل بیزید میشه یعنی به صورت میشه. نه خیلی یعنی این با فکر من که اونقدر زیبا پیدا نشید برای که وقتی باید شما یکم تکست رنگ میتونید دیزاین میتونید باید شما خوب اهمیت کنید و دیزاین میتونید. خب این به درس امروزمون امروز هم نصرین کمتر تو خب تا درس دیگر در پناه خدا خیر.